رفقا چطورید؟ من میکسم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم ماینکرافت بازی کنیم. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا من اسپان شدم توی جنگل. حالا باید چوبامونو ماین کنیم، دنبال گوسفند بگردیم. خودتون دیگه حتما از من بیشتر میدونید. بعد چی کار کنیم؟ خب یه 2-3 تا درخت ماین میکنم. خب بچه درباره ویدیوی بعدی هم توی کامنت ها بنویسید من چه گیمی رو برم، یا همین پارت بعدی ماینکرافت رو برم، بدوارز برم، یا بقیه گیم هایی که مورد نظرتونه رو بگید. من میرم. توی کامنت ها بنویسید تا من برم. خب این سومین درخت. اوکی خوبه. حالا ما با اینا چوب درست میکنیم، باشون کرافتینگ تیبل درست میکنیم. حالا میایم با کرافتینگ تیبل سیک درست میکنیم. حالا با سیک و چوب پیککس چوبی درست میکنیم. اوکی بریم یکم کابلستون ماین کنیم، بریم دنبال آر بگردیم، کابلستون ماین کنیم. خب من یک آر پیدا کنم. بریم از تو این کابل کنیم. بچه ببخشید لگه من کامپیوترم اولش که میریم توی یه ورد کلا اینطوریه، بعدش اوکی میشه. آبا هیچ قاری نیستش یا چاله. بریم بالای کوه شاید چیزی باشه. خب آها اینجا فقط حواسم گفتم این تو صدای زامبی اومد. زامبی کدایی، بازم صدای زامبی اومد. اینجا خطرناکه ولی من خطرشو به جون میخرم. دیگتر شد.
پشت این بیا. ای بابا چه اسپانر زامبی. یا خدا باشه یه بار با این جنگ. ای بابا صدای زامبیا خیلی دبیرستان ما اوکیه. حالا باید دنبال یه چیز صاف بگردم. دقیقا تا گفتم اومدم یه جای صاف. خب اینا رو بکنیم. چی میگی؟ برا چرا این گیر داده به من؟ آها گل میخوای؟ برو دنبال گل. میگم چرا این گیل داده به من. بایستا اینا رو سریع برمیدارم. اینجا میخوارم. وای بدو تحت فشارم. بیا دیگه گل ندارم. زنبورک مشی. خب بودو. آها اوکی. اینجا رو یه دیوار میذاریم و اینجا خوبه. بعد فردا دنبال گوسفند بگردم بدم و درست کنم. خب قایس رفتیم تیبل بذار اینجا. در درست کن. اوکیه. حالا بیا اینجا اینو بذار. اینجا چوب درست کن. میگم چوب درست کن. تبر درست کن. اسپانر زامبی پیدا کردم. اوکیه. حالا چوب کار میکنیم. بابا سر اینا رو بردار. یه دونه سیک بردار فعلا. خب اوکی. اینجا اینم اینجا. ای بابا اینا ما رو گرفتن ها. ای وای اسکلتون. آخ یا حضرت باز الان با فقط در بدن. حالا دوباره این طرف بیا. وای بشین اینجا.
ای بابا دیدی تا بزنن. یا خدا دور خودتو بپوشون، خدا دور خودتو بپوشون، الان میمیری. دور خودتو بپوشون. بردن بچه ها. خب اینم از این ویدیو. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. پارت بعدی باید یه ماینکرافت سروایوال دیگه شروع کنیم. فکر نکنید چی شده، من رو هاردکور گذاشته بودم. نه من این کار نیستم، به خاطر اینکه ما خیلی بد مردیم، بدم مردیم، بد مردیم. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ. لایک و کامنت فراموش نشه، کانالم هم دنبال کنید. خداحافظ.